اومدم قبرستان شهر سن پترزبورگ. الان ساعت 9:30 شبه، ولی خب اینجا هوا روشنه و این یک قبرستان مسیحی است در شهر سن پترزبورگ. قبرهای بسیار قدیمی هم اینجا داره، مال 1800 تا اوایل قرن 1920 اینا. از این موقع ها هنوز آثار قبر روشون هست و شبیه قبرستان مسلمین هم برای بیشتر مسیحی هن دیگه. قبر جدید هم داره. این پیرمرده 2020 بوده که فوت کرده. این 1937 فوت شده، 1890 تا 1937 بوده. خدمت قبرستانه بسیار قدیمی است. انواع اقسام سنگ ها، خدا رحمتشون کنه. 1907 فوت شده این قبر، خیلی قدیمیه. این 2018 بوده. اینجا هم مثل ما نامنظمن، قبرایی که دیگه بستنشون. این هم یه جوان بوده بنده خدا، 2009 بوده. قبرستان قدیمی شهر سن پترزبورگ. این احتمالا ماری بچه‌ای بوده. « 1919 تا 39 نه بچه هم نبوده، 20 سالی بوده، ولی قدیمیه. اونجاها انگار مثلا تو دیوار هم دارن که دفن کرده باشه، یا چون اسامی هست روی دیوار. اینجا 24 28 یه پیرز، یه خانم، یه آقا. دیگه برای این هم آمرزش طلب میکنیم از خداوند رحمان و رحیم، بخشنده مهربان، صاحب روز جزا. یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک الموت ملک الموت.